للغربا. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهانی یهودیت ملعون باز کریکاتوره های نوه را برای تمسخر پیغمبر شما کشیدن و اکران های تلویزیون پیشنهاد کردن. دیدید کسانی که دم از دموکراسی میزنند، کسانی که دم از برابری دین ها میزنند، کسانی که دم از صلح میزنند، امروز به قیمتترین ناموس ما چقدر هجوم دارند، چقدر ناموس ما رو پایمال دارند. دیدید؟ ما خاموش هستیم. فردا پیغمبر چی میگوید؟ من به شورای علما خطاب میکنم، من جای ترس ندارم. من به حکومتدارا خطاب میکنم. امروز ما خاموش، امروز مسیحای ما یک اعتراض ندارند، امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز قاری پیش پیغمبر میریم، چی جواب میتیم؟ گفته حضرتی علامه اقبال ننالم من ز کس، ننالم من ز کس، می نالم از خویش که ما لایق قدری تو نبوده.